سلام، من دکتر حامی هوشیار هستم، مربی سلامت، مشاور عملکرد و در این اپیزود قرار با هم در مورد چیزی صحبت کنیم که شاید خیلی ها بهش توجه نمی کنن. چطور میتونیم استرس رو در زندگی روزمره‌مون کم کنیم؟ این یه سوال ساده است اما خیلی مهمه، چون توی اپیزود قبلی در مورد خواب و اهمیتش صحبت کردیم. یادتونه؟ چطور خواب خوب میتونه کلید تغییر باشه. ولی الان میخوایم به یه نکته دیگه بپردازیم. چطور استرس بر خواب، سلامتی و عملکرد ما تأثیر میذاره. مطمئنم تو هم تجربه کردی. روزهایی رو که استرس داری، حتی وقتی میخوای بخوابی فکرت نمیذاره. استرس از عوامل مهمیه که خواب رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه بدن نتونه درست استراحت کنه. بیایید برگردیم به این مفهوم علمی به اسم کورتیزول. همون هورمون استرسه که وقتی تحت کورتیزول یعنی فشاریم بیشتر ترشح میشه. این هورمون به بدن میگه که آماده بشه برای جنگ یا فرار، ولی وقتی همیشه بالا باشه به سیستم ایمنی، خواب و حتی متابولیسم بدن آسیب میرسونه. حالا سوال اینجاست، چطور میتونیم این استرس رو کاهش بدیم بدون اینکه به جسم یا ذهنمون آسیب بزنه؟ بذار یه نکته ساده رو بهت بگم. اولین قدم تمرکز روی تنفسته. وقتی استرس داری بدن در حالت فلایت اور فایت، یعنی چی؟ فرار یا جنگ. ولی با تمرکز روی نفسات میتونی حالت آرامش رو به بدنت برگردونی. حالا میپرسی این چطور ممکنه؟ آسونه. فقط باید چند دقیقه در روز تمرین کنی. سعی کن در روز 3 بار 5 بار از زمانت رو به تنفس عمیق اختصاص بدی. نتیجه کمتر استرس، خواب بهتر و جسم و ذهن سالمتر. همه چیز با تمرین شروع میشه. منم مثل تو مسیرم، تو مسیر تغییر. مهم نیست چقدر این مسیر طول میکشه، ما با هم داریم پیش میریم. این رو به یاد داشته باش. استرس نباید زندگیت رو کنترل کنه، بلکه باید خودت کنترلش کنی.